خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. روز 19 دی هر سال این مژده رو به همراه داره که این آتشبازی ها و این شیطنت کاری های افرادی که حالا بعد عرض خواهیم کرد در هیچ جای دنیا نیست و این 40 ساله که ادامه داره. بحث 1 سال و 2 سال و 5 سال و اینا نیست. یک مطلب دیگه این که هر سه قوه که خب ساده لوحیشون آشکاره در امور سیاسی، اینا خود لو دادن خودشون رو. یک خطابی دارم من به مسئولان حکومتی خودمون که شامل خود حقیر هم میشه. البته این سرتون به سنگ خورد این دفعه، ممکنه تکرار کنید، بدانید باز هم سرتون به سنگ خواهد خورد. نکته بعدی این است که مسئولین انتظامی ما، مسئولین امنیتی ما، سپاه ما، بسیج ما تو این قضایا جوخه های ترور و انفجار درست کردن، به داخل مرز فرستادن. یعنی همین کاری که چند ساله دارن میکنن دیگه، شبکه سازی، مزدور سازی، بعد برای مخارجش سرکیسه کردن دولت های وابسته. اینایی که گفتیم اینا تحلیل نبود، واقعی بود، خبر بود، اطلاع بود.